سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. این قسمت از گپ تایم رو میخوایم در خدمت سهیل الوندی باشیم. یک مختصر توضیحی بدم از سوابق سهیل الوندی. در طی چند سال گذشته سهیل رو در حوزه آپریشن و کاستومر سرویس، یعنی عملیات و خدمات مشتریان میشناسند. سهیل تجربه بسیار خوبی در خیلی از شرکت‌های مطرح بالاخص در حوزه استارتاپ داره، نظیر مدیر عملیات شرکت علی بابا و بعد از اون مدیر عامل و کوفاندر شرکت پیتام از شرکت‌های کال سنتر که در واقع کار خدمات برون سپاری تماس رو برای خیلی از شرکت‌های مطرح در حوزه بالاخص استارتاپ انجام میده و در حال حاضر دایرکتور خدمات مشتریان شرکت دیجیکالاس. با توجه به سوابقی که خوبی سهیل داره میخوام در خدمت سهیل باشیم و یه گپ و گفتی بزنیم در حوزه اهمیت تحلیل داده ها در امور مشتریان. خب سهیل جان، اولا که خیلی خوشحال شدم. یه 2-3 ماهی بود که اصلا دیگه خبر نداشتیم. بعد از اون همکاری تنگ و تنگ که با هم داشتیم، از خودت تعریف کن، بگو چه خبر، چه کار میکنی در حال حاضر و چه برنامه هایی داری. ممنونم محسن جان. منم سلام میکنم خدمت شما و تمامی مخاطبان عزیز گپ تایم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. اگه بخوام از این روزای خودم بگم، الان افتخار همکاری با مجموعه دیجیکالا رو دارم. حالا با توجه به اهداف سازمان و تیم قدرتمندی که در حوزه خدمات مشتریان داریم روی یه سری کارهای جدید و نوین کار میکنیم و امیدواریم که در آینده خیلی نزدیک بتونیم ثمرات اون رو توی حوزه خدمات مشتریان ببینیم. در خدمتتون هستم. سهیل جان، خب من و تو با هم دیگه توی دوره‌ای هم کار کردیم. بیا در مورد تحلیل داده های امور مشتریان صحبت بکنیم. بیایم از اهمیت MPS بگیم. چقدر اهمیت داره؟ فکر میکنی که آیا شرکت ها برخلاف تصور مردم که روی این مسئله بهش تراست ندارن، شما فکر میکنید آیا این در شرکت ها مورد ارزیابی قرار میگیره و نتایجش چه تأثیری در کسب و کار داره؟ موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردیم محسن جان. فارغ از اون شرکت هایی که در بازارهای تک قطبی دارن کار میکنن که متاسفانه با توجه به ساختار اقتصادی ایران کم هم نیستن، هر شرکتی که تو بازار رقابتی داره کار میکنه، اصلی ترین داده‌ای که برای رشد و توسعه و بهبود خودش استفاده میکنه بازخوردهایی هست که از مشتریان جمع آوری میکنه. حالا به هر نحوی یکی از این ابزارها و تقریبا میتونم بگم یکی از قدرتمندترین این ابزارها روش MPS هستش که بسیار من مجموعه های زیادی رو دیدم از نزدیک که تونستن استفاده عالی رو از این ابزار بکنن و از این داده و بتونن مسیر توسعه و بهبود خودشون رو سریعتر و بهتر طی کنن. من خودم معمولا اینجوری که تو این نظرسنجی شرکت میکنم، یعنی اگه قراره که به صورت پوش نوتیفیکیشن باشه یا مثلا پیامک باشه، قطعا اون لینکی که برای من ارسال میکنم من در واقع فعال میکنم و نظر خودم حتما میدم، چون خیلی از مردم اهمیت نمیدن، میگن خب کی میخواد روی این در واقع چه تأثیر داره توی ارائه سرویس، در صورت که تأثیر داره هم من هم شما میدونیم. اینها در واقع تحلیل میشن، راجبش بحث میشه، سنجش میشه، به صورت مستمر در حال پایشه و این برمیگرده به اتاقهای فکر و اگر مسئله بحرانی درش وجود داشته باشه این در واقع اسکیل میشه به در واقع مدیران ارشد، معمولا منتقل میشنن در جلسات نشست‌های در واقع راهبری راجبش صحبت میکنن و ارائه سولوشن میدن. راجب این یه خورده صحبت بکنیم، ببینیم که چه موقع این تحلیلات اتفاق میفته، چه موقع یک MPS ران میشه، بر اساس چه مشاهداتی، مثلا قبل از فانل، در طی فانل، یا جرنی مشتری هستش یا بعد از فانل هست. راجب این یه خورده صحبت کنید سهیل جان. اینکه کجا از این داده ها استفاده بشه، در تمامی جرنی مشتری قابل استفاده است. در تک تک تاچ پوینت هایی که مشتری با بیزینس داره قطعا از این بازخورد ها میشه استفاده کرد. قبل از فانل باشه، بعد از فانل باشه، تفاوتی نمیکنه. ولی اینکه سازمان ها
کدوم قسمت رو انتخاب میکنن برای تمرکز و روی کدوم یکی از قسمت‌های تاچ پوینت‌های مشتری ریسورس‌ها و منابع بیشتری رو تخصیص میدن، خیلی مرتبط به استراتژی سازمان و بلوغ محصول اون سازمان هستش. مثلا به طور مثال بسیار رایج هستش که در استارتاپ هایی که در چرخه‌های اولیه محصولشون هستن، بازخوردهای مشتری دقیقاً بعد از استفاده از محصول جمع آوری میشه. چرا که این داده ها کمک میکنه به بهبود محصول و خب استارتاپ در اون استیج خیلی نیازمند این بازخوردها برای توسعه و محصولش هستش. حالا هر چقدر سازمان ها بزرگتر میشن، این تیم های مرتبط با این حوزه گسترش پیدا میکنن، ریسورس های بیشتری در اختیارشون قرار میره و قطعا روی تک تک این تاچ پوینت هایی که وجود داره تحلیل هایی انجام میشه و در سازمان های بزرگ برای تمامی این تاچ پوینت ها برنامه ریزی وجود داره، داده ها جمع آوری میشن در اسکیل های بلند مدت و از این داده ها برای تعیین استراتژی های در حوزه ارتباط با مشتری بسیار بسیار استفاده میشه. بسیار هم عالی، خیلی هم خوب. بیام یه خورده در خصوص شاخص‌های کیفی و کمی پاسخگویی به مشتریان در کاستومر سرویس صحبت کنیم و در واقع به عنوان قلب تپنده یک سازمان و ویترین ارائه خدمت به مشتری امور مشتریان شناخته شده. چه شاخص‌های ارزیابی میشه؟ کدومی که از این شاخص‌ها اهمیت بیشتری داره و نحوه ارزیابی چیه؟ یعنی کدومی که از این شاخص‌ها به صورت یک سری KPI آن دیمند یا آنلاین همیشه دارن رصد میشن، تیم‌های مانیتورینگ داره ارزیابی میکنن، کدومی که از اینها به صورت دوره‌ای قابل ارزیابی هستن یعنی آنلاین اتفاق نمیفته؟ یه خود راجع به اون و اهمیتش لطفاً توضیح بده تا من سال بعدی از خدمتت بپرسم. در مورد KPI های مرکز تماس و خدمات مشتریان اگر بخوام صحبت کنم، با توجه به اینکه نرم افزارهای این حوزه قابلیت ثبت سیستماتیک داده ها رو به خوبی فراهم میکنه، لذا داده های زیادی توی این مراکز جنریت میشه و برای همین KPI های بسیار زیادی هم وجود داره، مثل KPI های مثل ABR، Service Level، FCR، CSAT و مواردی از این قبیل که قطعا توی وبسایت های متفاوت میتونید اینها رو ببینید و افرادی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن قطعا اشراف دقیقی به این موضوع دارن. ولی اگه بخوام دو تا نکته بگم که شاید برای مخاطبین گپ تایم جذاب باشه، این نکات هستش. برای تعیین KPI های مرکز تماس باید به پرسونای مشتریان خودتون و استراتژی که برای ارائه خدمات به مشتریانتون دارید مراجعه کنید، نه به استانداردها و بنچمارک هایی که تو وبسایت ها میبینید که متاسفانه من خیلی میشنوم. به طور مثال میگن FCR باید مثلا این عدد باشه، answer rate باید این عدد باشه، تو فلان سایت دیدیم. این درست نیست. هر بیزینسی با توجه به نیازمندی که داره و بر اساس اون سطح خدماتی و نوع خدماتی که میخواد ارائه بده باید KPI های خودش رو تعریف کنه. KPI ها قرار هست ابزارهایی باشن که به ما کمک کنن که ببینیم آیا استراتژی که طراحی کردیم به درستی داره پیاده سازی میشه و ما توی اون مسیر قرار داریم یا نه اینکه به خودی خود بیان مسیر رو برای ما تعریف کنن. لذا تعریف KPI ها بدون داشتن استراتژی خدمات مشتریان اشتباهی هست که متاسفانه زیاد اتفاق میفته و منجر به مسیر درستی نمیشه. اگه بخوام یه مثال اغراق شده بگم، به طور مثال شما برای تعریف سطح سرویس پاسخگویی به مشتریان اورژانس و یک بیزینس آنلاین نمیتونید از یک KPI که در یک وبسایت پیدا کردید استفاده کنید و بگید به طور مثال باید این 20 ثانیه باشه، 30 ثانیه باشه. هر کدوم از این بیزینس ها با توجه به استراتژی که دارن عدد خاص خودشون رو میطلبن و باید نسبت به اون استراتژی و نیازی که دارن این اعداد و این KPI ها طراحی بشه و رصد بشه و بهبود داده بشه. نکته دوم که اهمیت خیلی خیلی زیادی هم داره،
اشتباه رایجی هست که قبلا زیاد اتفاق میافتاد، ولی خوشبختانه الان بیزینس ها توجه خیلی بهتری بهش دارن. اون هم انیبل بودن کارشناسان مرکز تماس هست. اگه بخوام با یک مثال انیبل نبودن کارشناسان مرکز تماس رو بگم، تجربه‌ای هست که خیلی از ما شاید با تماس با پشتیبانی ها داشتیم. با یه پشتیبانی تماس میگیریم، خیلی سافت اسکیل عالی، همدلی عالی، فرآیندها به صورت کامل انجام میشه، ولی مشکل شما حل نمیشه و شما هر تعداد دفعاتی هم که تماس میگیرید همین پاسخ رو میشنوید. در اکثر KPI هایی که رصد میشه در مرکز تماس، این فرایند مثبتی اندازه گیری میشه توی نمرات بحث مربوط به QC، توی پاسخگویی ها، answer rate و تمامی این موارد. ولی متاسفانه کار اصلی یک مرکز تماس که پاسخگویی و حل مشکلات مشتریان بوده اتفاق نیفتاده. حالا اگر بخواد یک بیزینسی این انیبل بودن رو اندازه گیری بکنه، KPI هایی در اختیارش هست که تو مراکز تماس میتونه اون کار رو باهاش انجام بده. اون KPI هایی از قبیل problem solving، FCR و سروی های مرتبط با کارشناسان مرکز تماس، دیترکتور های 300 ها، اینها دیتا هایی هستن که یک بیزینس با جمع آوری اونها میتونه بسنجه که چقدر کارشناسان مرکز تماسش انیبل هستن و چقدر از مشتریانی که با مراکز تماسش ارتباط میگیرن مشکلشون حل میشه و کارشون راه میفته. علاوه بر اینکه پاسخشون رو میگیرن، کار هم حل میشه و این خیلی موضوع مهمی هستش که متاسفانه قدیم خیلی کم رنگتر بود، ولی الان خیلی پررنگتر و بهتر بیزینس ها دارن بهش توجه میکنن. سهیل جان، با توجه به اینکه در جبهه پاسخگویی در عملیات حجم ورودی‌ها قاعدتا خیلی بالاست، یعنی چه در خصوص تماس هایی که به کاستومر سرویس میشه بابت سوالات عمومی، این احتمال وجود داره سوالات تخصصی باشه. بخشی از کاستومر سرویس وظیفش در واقع سرز شاید باشه یا ادوایز باشه. به خاطر همین تنوعی از ورودی داره و مدیریت این نظیر شاخص هایی که در واقع میاد بررسی میکنه که چه نرخی از مشتریان پشت خط میمونن، مثل شاخص ABR که باید مدیریت بشه. خب با توجه به این ولیوم احتمال وجود داره که امکان پاسخگویی صحیح وجود نداشته باشه. از چه ابزارهایی در حوزه AI استفاده میشه چون مدیریت بهتری بشه در صرفه‌جویی نیروی انسانی یا همون هدکانتی که در جبهه عملیات استفاده میشه، یا حتی ذخیره سازی سایر منابع؟ در حال حاضر هوش مصنوعی چه کمکی در این حوزه میکنه و شما الان چه بهره‌ای بردید از این حوزه؟ اگه بخوام در مورد کاربرد هوش مصنوعی و ابزارهای اون در خدمات مشتریان صحبت کنم، به نظرم 2 دسته‌بندی کلی میشه براش در نظر گرفت. یک دسته‌بندی این ابزارهایی هستند که به صورت مستقیم خدمات دهی به مشتریان رو انجام میدن. ابزارهای گروه دوم ابزارهایی هستند که در فرآیندهای پشتیبانی دخالت دارن و به صورت مستقیم مشتریان رو تحت تاثیر قرار نمیدن. توی بخش ابزارهایی که به صورت مستقیم به مشتریان خدمات ارائه میکنن، IVR های AI بیس، بحث مربوط به چت بات ها، دیجیتال ایجنت ها و هلپ سنتر هایی که توی وبسایت ها وجود داره رو میتونیم در نظر بگیریم که متاسفانه توی این بخش خیلی کار جدی توی ایران اتفاق نیفتاده. من با توجه به اطلاعاتی که دارم توی بخش چت بات ها دیدم مجموعه هایی کار کردن، توی بحث مربوط به IVR های AI بیس هم کم و بیش کاری شده. توی دیجیتال انجنت ها که من اصلا نمونه اجرا شده حرفه‌ای ندیدم متاسفانه. حالا اگر دوستان و مخاطبین ما تجربه‌ای داشتن که تجربه موفقی بوده برامون کامنت بذارن، خوشحال میشیم که اونها رو هم ببینیم. ولی جای کار خیلی زیاده و به نظر میرسه که میشه کارهای خیلی حرفه‌ای تری در سطح آنچه که در واقعا داره در دنیا اتفاق میفته رو توی این بخش توسعه بدیم و جا برای کار خیلی زیاده.
ما خودمون توی مجموعه های قبلی که کار کردیم ماکسیموم تا بحث چت بات ها رو واقعا تونستیم پیاده سازی بکنیم. توی بحث دیجیتال ایجنت چالش های فنی زیاد بود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد، ولی من امیدوارم که تو سالهای آینده مجموعه ها به این سمت و سو حرکت کنن. در قسمت ابزارهای پشتیبانی، ابزارهای متنوعی اینجا حضور دارن و اکثر اونها هم با توجه به اینکه مشتری رو به صورت مستقیم تاچ نمی کنن، قابلیت پیاده سازی و تست راحت تری دارن تا نسبت به ابزارهایی که به صورت مستقیم به مشتریان خدمت میدن و بیزنس ها میتونن با ریسک کمتری به سمتشون برن. من اگه بخوام چند تای اونها رو اسم ببرم، Workforce Management هایی که بر اساس AI کار میکنن، ACD هایی که بر اساس AI هستن، اسیستنت هایی که کارشناسان رو ساپورت میکنن و بهشون کمک میکنن که مشتریان رو پاسخ بدن، QC AI بیس هستش که کمک میکنه و در نهایت فرآیند هایی که توی حوزه دیتا آنالیتیکس هم کمک میکنن که بتونن دیتا های مشتریان رو تحلیل کنن. توی این بخش متاسفانه تو بخش های مربوط به ورکفورس منیجمنت که من خیلی نرم افزار قدرتمندی تو ایران ندیدم، با اینکه خیلی از لحاظ کاست هم میتونه اثرگذار باشه روی بیزینس ها، ولی کار حرفه‌ای روش نشده و بیشترین چیزی که حالا دیدم روی بحث مربوط به QC هستش. نرم افزارهای قدرتمندی تو ایران هست، من تجربه کار کردم با چند تاشو دارم، یکی دوتا نرم افزار ما خودمون توسعه دادیم توی مجموعه هایی که کار میکردیم و تجربیات خوبی بوده. توی این بخش فکر میکنم بازار ایران نرم افزارها و ابزارهایی رو داره که بشه روش حساب کرد و قدرتمند باشه. روی بخش مربوط به اسیستنت هم چند نمونه رو من دیدم که مجموعه هایی روش کار کردن، ولی جای کار خیلی داره و اینجا هم فکر میکنم مخصوصا در حوزه بحث مربوط به اسیستنت و ورکفورس منیجمنت بحث کاستی هم میتونه برای مرکز تماس ها داشته باشه و هزینه های اونها رو هم کاهش بده و جا برای کار خیلی داره. خیلی هم عالی سهیل جان، بسیار عالی، لذت بردم. خب من فکر میکنم که باید به اتمام برسونیم این گپ و گفت و خیلی خوشحال شدم اول از اینکه بگم بعد از 2-3 ماه که نتونستم با صحبت بکنم خیلی لذت بردم از این گپ. برات آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که همیشه خبر خوب ازت بشنوم. ممنون ازت. ممنونم محسن جان، منم خیلی لذت بردم از این گپ و گفت. امیدوارم که مخاطبین گپ تایم هم لذت برده باشن و براشون مفید باشه. برای همگی آرزوی سلامت دارم. خدا نگهدارتون، به امید دیدار. همچنین از شما عزیزان تشکر میکنم. امیدوارم که گپ امروز با سهیل الوندی برای شما مفید بوده باشه. موفق و